جنبش صبح آدینه. هموطنان عزیز، با نثار بهترین درودها دست یاری به سوی یکایکی شما دراز می‌کنم و از شما می‌خواهم تا جنبش صبح آدینه را راه اندازی کنی و ایران را از این تونل وحشت جمهوری اسلامی که در آن اسیر شده ایم آزاد کنیم. جنبش صبح آدینه فقط نیم ساعت در هفته وقت شما را احتیاج دارد تا یک مبارزه مدنی را شروع کند. حافظ چند قرن پیش سرود: شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار. مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چی شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ هموطنان، ما باید به این ندای حافظ پاسخ مثبت دهیم و باید قدم پیش نهیم و این گوی سعادت را دوباره در دستان خود بگیریم. تمام رخدادهای تاریخ ساز ملت‌ها با گام‌های نخستین شروع شده. حال برای ما زمان آن رسیده گام‌های نخستین مبارزه نهایی را برای آزادی میهنمان برداریم. پس هر آدینه صبح ساعت 10 با بیرون آمدن از خانه‌هایمان و فقط با قدم زدن در اطراف خانه خود به مدت نیم ساعت خیابان‌ها، کوچه‌ها و میدان‌های تمام شهرهای ایران را به مالکیت خود درآوریم. بدون خشونت، بدون شعار دادن، بدون آنکه بهانه‌ای به دشمن دهیم. آنها نمی‌توانند کسی را به جرم آنکه در اطراف خانه خود قدم می‌زند بازداشت کنند. در این کار شما با یک تیر چند نشان می‌زنید. روحیه شما باز می‌شود و صبح جمعه خود را با انگیزه شروع می‌کنید. در مدت نیم ساعت شما به طور متوسط 3000 گام برمی‌دارید که برای سلامتی و قلب شما مفید است. ولی از آن مهمتر شما اولین گام‌ها را برای آزادی ایران برمی‌دارید. از همین هفته هر آدینه صبح تمام افراد خانواده با هم از خانه‌های خود بیرون و به کوی و برزن و خیابان مجاور خانه خود روید و اولین قدم‌ها را برای آزادی ایران بردارید و تصاویر آن را در تمام شبکه‌های اجتماعی تحت هشتگ صبح آدینه پست کنید. آزادی ایران را خود ما ملت ایران باید به دست آوریم و این جنبش صبح آدینه اولین قدم در راه آن هدف است. پس وعده ما هر صبح آدینه ساعت 10 به مدت نیم ساعت در تمام کوچه‌ها، خیابان‌ها، گذرگاه‌ها و میدان‌های تمام محله‌های شهرهای ایران. و اطمینان داشته باشید با همیاری یکدیگر این اولین گام در راه آزادی ایران به مرحله بعدی می‌رسد و سرانجام قیام میلیونی را به ارمغان می‌آورد که این اولین قدم آن است. به امید روز جشن پیروزی. هموطنان، پیروزی نزدیک است. هر کدام از ما باید در به دست آوردن آن شرکت کنیم. من همینجا از شخصیت‌های سیاسی و با نفوذ و سلبریتی‌های میهن‌دوست تقاضا می‌کنم این جنبش و هشتگ صبح آدینه را حمایت کنند. ما ایران را پس می‌گیریم، چون ایران میهن ماست. زنده و پاینده باد ملت و میهن عزیزمان ایران.